در شهر دوشنبه تحت عنوان مکالمه درباره مهاجران برگشته مشکلات سلامتی و همگرایی آنها میز مدور دایر شد. در این نشست مسئولین وزارت‌های مربوطه، وکیلان پارلمانی مملکت و نمایندگان دفتر منطقوی سازمان بین‌المللی مهاجرت و دیگر مسئولین شرکت نمودند. در آغاز این نشست در حضور شرکت کنندگان فیلم مستند مهاجران سالم سالمی جمعیت معرفی کرده شده. همچنین در مسائل مهاجران برگشته و معیوبیت سالمی جسمانی و روحی آنها، تجربه سازمان بین‌المللی مهاجرت در سالمی روحی مهاجران و دیگر مسائل جای داشته تبادل افکار صورت گرفت. تدقیقات در مسئله چگونه شخصانی که از قابلیت مهنتیشان را از دست می‌دهند در وقت مهاجرت و وقتی که برمیگردند به تاجیکستان چه مشکلی ها دارند. بعد از گذراندن تحقیقات ما خود اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان یک چند چاره‌بینی ها در شهر خوجند، شهر باختر و خاروق برگزار نمود و ما همین فکر و اندیشه‌مان و نتیجه های تحقیقات را پیشنهاد کردیم. به واسطه از جانب خود متخصصان فکر و اندیشه پیشنهاد کرده شد که همین تحقیقات را پورا نمود. همچنین در این همایش از تحقیقات بسیار اصولی معیوبیت میان مهاجران برگشته تاجیکستان نتیجه گیری کرده شد. این تحقیقات با هدف فهمیدن واقعیت‌ها و نیازمندی‌های مهاجران به وطن برگشته که به محدودیت‌های فعالیت حیاتی گرفتارند گذرانیده شده است. در انجام این میز مدور در بخش کار در گروه‌های خرد توصیه‌ها اوید به طرز اصول‌های مشخص بهتر نمودن دسترسی مهاجران به خدمت‌رسانی‌های طبی، روحی و اجتماعی و خدمت‌های همگرایی مهاجران به وطن برگشته تاجیکستان تهیه کرده شد.